براق کردن ورق استیل. شهر آهن تقدیم می‌کند. در پی تغییرات ظاهری ورق‌های استیل در برابر آلودگی، محققان روش‌های مختلفی را جهت برطرف کردن این مشکل تشخیص داده‌اند. روش‌هایی که در ادامه ذکر خواهد شد می‌تواند هم به صورت موضعی و یا کلی مورد استفاده قرار گیرند. به طور کلی تا به امروز استفاده از 6 روش کاربردی برای از بین بردن کدری ورق‌های فولادی پیشنهاد شده است. شیرین، استفاده از الکل، ژل گریندینگ، استفاده از آب گرم، سرکه سفید و استفاده از آرد می باشد. استفاده از سرکه سفید. سرکه سفید به عنوان یکی از حلال‌های پاک کننده قوی برای براق کردن و پاکسازی سطوح استیل کاربرد دارد. از این محلول برای تمیز کردن سطوح اجاق گاز، یخچال، مایکروویو و غیره به صورت اسپری استفاده می کنند. استفاده از ژل گریندینگ. ژل گریندینگ یکی از انواع روغن‌هایی است که برای پاکسازی کابین آسانسور و یا سطوح استیل دارای درصد آلیاژ بیشتر کاربردی است. استفاده از آب گرم. استفاده از آب گرم برای براق کردن سطوح استیل یکی از ساده ترین و در دسترس ترین روش ها جهت برطرف کردن آلودگی های آن است. استفاده از الکل. تنها کافی است مقداری از الکل بر روی سطح کدر استیل اسپری شده و پس از 1 الی 2 دقیقه با آب گرم کاملا شسته شود. استفاده از آرد. می توانید مقداری از آرد را بدون افزودن آب یا هیچ مایعی بر روی سطح ریخته و سپس به کمک 1 دستمال خشک به آرامی از روی آن سطح تمیز کنید. برق انداختن استیل با جوش شیرین. جوش شیرین یکی از روش‌های کاربردی برای براق کردن انواع وسایل استیل به ویژه سینک‌های ظرفشویی است. شما عزیزان می توانید برای استعلام قیمت ورق استیل از طریق فروشگاه اینترنتی شهر آهن اقدام نمایید.